ببینید روی این ریل قطار یه لامبورگینی $250,000 و این قطار گنده قراره بزنه اون لامبورگینی رو نیست و نابود کنه. اما قبل تصادف من این لامبورگینی رو میدم به بلیک. دیگه دمت گرم داشت. تازه خبر نداری علاوه بر این قطار این 10 تا سرباز قراره 10,000 تا گلوله به سمت ماشین چلی کنن. خدایی آدم پراش میریزه. آره حسابی خوش میگذره. جناب عالی فقط 24 ساعت وقت داری تا هر جوری که میتونی از ماشین دفاع کنی. زمانت هم از همین الان شروع میشه. خیلی خوب، اولین دیوار دفاعیم یه دیوار بتونیه. بعدش یه کانتینر بزرگ که توش پر از یخچاله و جلوش هم یه ردیف ماشین که قشنگ ضد گلوله‌اش. واقعا فکر میکنی این چیزا بتونن جلوی 10,000 تا گلوله رو بگیرن؟ آره گمونم بتونن. باشه خب ولی شنیدن کی بود مانندی دیدن ببینم چه میکنی. بلیک فوراً پرید پشت ماشین و رفت چند تا مغازه و $78,000 از پولای بی زبونه منو خرج کرد. بقیه‌اش فعلا خرید کردنه. بریم سراغ جایی که محموله‌های بلیک رسید. اولین محموله سفارشش داره میرسه. باورم نمیشه این همه خرت و پرت خریدم. تازه این همش هم نیست. تانکر